همیه چکم اینا؟ من نمیدونم همی دریاق مو چور برم عزیز مو فرار کهانا توبه می دخترک نمیدونه که برای چی فرار میکنه؟ نه نمیدونم ای دو نگاه کنید من بکشه تو نمیدونی؟ شما ندونید ما کجا میدونیم ای من برم داتی نمیدونی ساسا توبه می پیچیدن هونم سمیدن السلام علیکم لازم زولی دینی نلومدیون اکی گازه نچه گفتم ماوشه چکا بلویه نگه مال ماشه یک طرف گرم کردی که مالی مرا بگو سر ساعتی 8 ماجیز گفتگی های ساعت 8 مالی من است مالی من که خودش در کنه او ما طلبا را چی میگوی گفت تموم موام شرمینه زیم ترن گپریدیم بس تموم میشنیم بیا دخترکی خسرو ببخشی اما دخترچن تا اونتش هستن между прочим دادا جونش هست اوچای دبم بریم توبه ای سیم خونه رو بی 10 سوشید پولی همین تعمیر مکتب جمع میگنیم آنگی هم بریمون جیگنمی تعمیر کنن این لمپسکه رو بی اقلا همین لمپسکه شهلیش نمیکنن که دل منتهی شود 10 سوشید همین لمپسکه میسوزه توبه توبه السلام علیکم کم تر دیر کده یکو بخشش ده فقط من دیر میکده اکو بازار رفته یا دیزی دران گرفته فاس زده یکی بوی بسپا نکنه ده ماجیس اکو ماجیس تگرک موقع دیزه دران ده در دهانش چپیدی نه اکو شاو چیز نخوردم گفتم دهان بو نکنه گفته ده دم زدم اکده بخشی رئیس کسی آماده است تخت کده رنگی اسب آماده است ده اسب آماده السلام علیکم وای действительно اسب بوده و علیکم میبخشی خودم والدینی من والدین نه من راهبر همین صنف هستم یه معلومه بوده بخیزه السلام علیکم و علیکم با من خیال کردیم که گودا گوچه چه گونگنه نریده پدر و مادرای عزیز پدر و مادر سبب من شما را دعوت نمودنم از آن عبارت است که روز به روز وضعیت بدتر و وزنین‌تر شده ایستاده است مبارک سلامت باشی این نبینید برای چی قرصک میزنید من بهتر نه بدتر گفتم مبارک من در یک ماه 4 تا راهبر صنف رو عوض کردند من باشم پنجمش این چی تربیه یه گوش کن خدا خودم یه هفته پس میری ششمش میاد مبارک شما باب کدوم شما با شما بحث کردن بفایده خیف با مسئله های اساسی یه میگذاریم بگذار نترسنی اشمت افتاشمت پسری کیست؟ یه باشه ایمای معلومه 80% ایمای 30% ایچاش دیگه گفتم دیگه ها بچه شماست؟ ما دمانان دایده شما خبر دارید پسرتان دیروز چی کار کرده یه وای دین عادیر دا گوسپان برده بوده که معلومه نمیدانم دا او و یک دخترک صنف 5 رو من هم تو از موی سرش داشته خدا بشکر از آشیانه دویم آویزدان کرده است من تربیه خدا بشکر او یگان معلمه ها یاری دادن نتوانستند ما MCS را فیراد کردیم یه بوم بروم ته تربیه یک خیل والدین ها معلمه خبری خوش دادی بگه قیله میارم تا گوش کن اکو صیفی داومیش ده MCS آماده باشه خدا خیل صیفی 11 میش ده پاشرکه میاده روید شینه در جاتان باب کدوم شد خب تخمینه بانو دختری کی می شود؟ دختری رئیسه دختری کی؟ دختری ما تینجه شو کدای دختری شما می؟ آزامویچ یه معلمه را دیلش تو شد کو وای رئیس گفته با من فرق ندارد دختری کی آنم چا بگو آزامویچ یک چوینیک چویدم
کنم می پس پیداش چی لازم است رحمه یه رئیس هم چای خانه دا میخریم تا پیپسی بیارم بخوری اکه دختری رئیس چه نوکنده باشن که نوشه بگوگی بسیار دخترک نغز رئیس فاوله چه که دختر رئیس دختر خوبه ایمو گنده بوده دختری رئیس چی دختری نغز می شود سعید مهراج پسری کی می یه شود معلومه سعید و مهراج دو کسه گفتی وای دو کس نه وای یک نفر سعید مهراج میگویم مهراجی سرخوره میگوی همون سرخور باشی های انا میای بچه کی خوتا میگم مهراج میگم من نمیگو بله شما رو ما او را داده سالگیش فروختیم هیچ کمی نه کی رو فروختید آیا آخه اون به قوا میگو یه بختا نمیگه باشه تا میگه اغولی مرا در گیرم بچه من میگو او بچه شما در وقت درس با بازیچه های کودکانه آمده ماشینچه لختکچه بازی کرده میشیند این چی کار؟ آیا پیجونه دارتمون برم آیا بیمون چیه؟ بعد من نمیگوی ها؟ بره به خیتاش کات کنه ها اینه بینیدم او خیتای تانکه و سمالیات برآورده ایستاده است او چی؟ آنها رو هم میخرید؟ آیا پیجونه دارتمون بکشه دامون پیشی پاد برم یا پیجون آخه ولی خونه میرم قطعی ارشش مسیحل میرم هموشانی میگیریم ها یه خدا بگیرد یه گوش کن وای مهراجی سرخور تا یه بار مغازین گوگور داره کردی هفته اغولا در گیرون وای تانکه میخری خوشلاقه بخیر یک ساعت بگیرد رکت سیومی هم میتونه ها هیچ کمی نه توبه می تانکه میخری تانکه نکنم با شما چی اینقدر بسیار گپ میزنید؟ فقط مرا میبینی؟ من آگاهی میکنم یک بار دیگه گپ زده از مجلس پیش میشوید یه فقط مرا پیش میکنی مرا پیش میکنی قطعی رئیس میشیدی اکا وای ما برفتیم خفا دا میشونم معلومه خفا دا میشونم بانوی عزیز شما را یک دقیقه ممکن؟ اینجا بیایید او چند کن ترک کردوش مطنش ما اومده یه خدا بگیره بانو میگه ایره میگه این منظره شینید در جاتان پدر و مادرای عزیز عبرت گیرید دخترشان نیلوفر خان در همه المپیاده ها اشتراک کرد و آبروی مکتب را برداشت تربیه کنید و عبرت گیرید آی من برم دا دختری اچاش آی دخترک من تا چی بگو گویید چند فرزند داره شکر خدا یک فرزند یک تا دخترچه دارم همین یادونه ها ای وای ای اگر کو من همین خیلی نصیب میکرد کو 12 فرزندور میشنم او یادونه چیه او 12 فرزنده که تربیه نداشته باشد چی در کار همش شمارش بیسته باشه بس هیچ کمی نه یه معلومه وای پروتکل دا خواهد بگو که اتای میراش 12 تا گودک داده ویش اتکاس کده نگرفته گپی شما بنویس همونجا عبدالشکر پسری کیست؟ باشه خدا میگه عبدالشکری عبدالشکر عبدالشکر اون بچه خیلی معلومه تینجی تینجی بچه شما در وقت درس در بازی های کامپیوتری میگردد این تومه تهمت میگینی معلومه چی خیل؟ اون در خونه تلویزیون انگیرون کنه نمیدونه تهمتی قوم کنه بس بحث و مناظره بس پدر و مادرای عزیز من امروز به شما یک خبری خوش داشتم ولی همه شما عصبم رو خراب کردید نمیخوام گفتن معلومه خاطری همین بابای بگو اکو خبری خوش ده اکو مرا اکو بعد میبینه کن خاطری ریشی سفیدی پدر باشد میلش میگویم تیز بگو اگر نه با مکتبی ما 2 راحت به لندن آمده است شما باید انتخاب کنید که کی میرود گپ زنید یه معلومه باشه ما میره یه بچه خیلی عبدالشکر جون میرم عبدالشکر جون یه گوش کو باشه تو تلویزیون را گیران کردن نمیده کجا میره ایست دختری من میرود در این سین فرزندانی شما توقع یه گوش کو دختر تو انگلیسی را میدونه دختری من انگلیسی را میدونه هم میدونه گپ زده بگرده اونجا یک کسی برو که یاد گرفته بیایی دختری من باید جهان بینیش واسه شود یه گوش کو جهان با تلویزیون را بمونه دیدم بگیره برو بشه باید دختری من بچه من میره و تو خیمای میره و همون میراجی سرخورا را که دیگه خوشلاخره در نگیرن میراج میلش لیکی گوش کنید نرخی راحت میاتون تا یا بخارا میفروشم 2 ساعت میاتون تا 300 میتون بچه من میره چی خیلی 200 $1000 عمومی $2000 یه معلومه چانسون گفتی آی خونم سوخته عمومی $2000 میروند نه اکو بچه ما کار داره رفتن نمیتونه وای معلومه
یا دختری تو برو اپا انگلیسی را میاد. ای دختری من باید به المپیادای جمهوریوی تیاری بیند نمیرود. یا بچه تو برو. عبدالشکر جون کسل دل داره سمالون میتنه. هیچ کن نمیارم معلومه. یک گرنگ ما کده بسا که همون $10,000 که من خود پرداختش بکنم دختری ما قطعی معلومه میره و چی گفتیم؟ ازامویچ لازم نبود. یه معلومه. معلومه. لبای. لازم نیه گفته خرید باسه چمدان تا میدویدی کو. یه معلومه. گوش کن. بیا همیرا وای یک فکر کنیم یا پیشنهاد کنیم تا. همی کجا میریم لندن کو؟ چی پیشنهاد؟ سیاحیه کو. هم تاجیکستان خمونم آبادای. همین دو تا پوتی افکارا ایسوسی میکنیم رئیس پولشه میدادای. علیش میکنیم شهری توز میریم خوشلخ جلمانتاخ. روز اونجا ای معلومه اونجا دا کو وای 44 چشمای آبازی میکنیم کومای امتخاب میریم سیب سیجده میباز. روز میگه. گوش کنید شماره عمومی طلبه ها 29 نه 30 نفر 30. یه معلومه بچه ما نمیره و خطش بزا. برای چی؟ ما او را پیشکی خانه ماماش را کردم اوس بیاره اینشا تمام. این نبینه تمام معلومه پیشنهاد قبول بکن. مایلش این پیشنهاد را ما دیده میبرایم. یگان گفتنی یا خواهشی دارید مرحمت همون بابای چی مجلس رو به آخر رسانیم. دختری جان ما یا تا گپ زنم یا بسم الله. گپ زنید پدر گپ بچه زنید. جانکای عزیزه همین 1 ساعت میشوه ما در همین مجلس شما اشتراک میکنم. یگان تیتو گناه فرزنداتون با کله نمیگیرین. همه گناه به سری آموزگاری بیچاره فریدین. حالا گفتگی هم کی تربیه از خانه سر می شود نه از آیدن. خزن ایجاتون شما باید تعلیم و تربیه را سخت بکپین. آموزگار این به نهایت شخصی بزرگ است. میدانم قدر استاد از پدر بیش است و از پدر استاد در پیش است. فهمیدن مرا؟ جوانا آینده ای دولت و ملتان. ما باید جوانا را تربیه کنیم. گاو مالتونه یا طرف منیم بچه کوی عزیزو ایدم تربیه فرزند کاتان شین. وی گوش کن بابای همه گاو میفروشم من قفای تربیه میزگرم معلومه جان بخشش میفروزیم من خودت وقت کمای بیا بریم اکو شهرتوز میریم اکو مایلش بیایید بیا بریم اکو مایلو همه کسا قشلاق بیایم برو هفته اکو بیایید رفتیم.